سلام خدمت تمام مخاطبان چنل CX فارسی. ببین دوستان، اولین راهکاری که من پیشنهاد میدم، حالا نمیدونم به میل خودتون انجامش بدین، برای گرفتن بیشتر نات پیکسل. نگاه کنید، من الان 2403 تا نات پیکسل دارم. من اینا رو هم 4 روز پیش بود فکر کنم همش خرج کردم داخل قسمت بوست و اینا رو نگاه کنید همش مکس کردم. حالا نگاه سرعت اینم رفته بالاتر، ببین اینجا همش مکس شده. بعد تعداد هر بار من نگاه کنید 24 تا، یعنی 24 بار میتونم پیکسل رنگ کنم و هر 5 دقیقه هم یه دونش شارژ میشه. خب برای امتیاز بیشترم که گفتیم، مثلا میاین ربات یه طرحهای پیشنهادی خودش میده. حالا یه طرح اینجا کشیده است، میزنید روی این طرح، یه گزینه دیگه میبینید که برای کم رنگ پر رنگ کردن. الان مثلا من جابجا میکنم که راحت‌تر بتونید ببینید. نگاه کنید، میتونید ربات نگاه کنید مثلا چطور طرح انجام بدید. بعدش الان من زوم میکنم روی قسمت آبی. نگاه کنید الان من این محوطه که آبی خالیه، دوباره رنگ آبیش میکنم. فقط شما به این پایین دقت کنید که چقدر امتیاز به من میده. یکی به من الان بیشتر نداد، خب چون اشتباه رنگ نکردم، ولی یکی بیشتر نمیده. ولی مثلا الان کسایی که میان خراب میکنن پیکسل رو، نگاه کنید الان اینجا رنگا بقیه رو بخوام رنگ کنم، میبینی به من 12 تا داد. ما کسایی که میان پیکسل خراب میکنن، دوباره رنگ آبی رو بزنیم، حالا پس زمینش هر رنگی بود، امتیاز چند برابر بهتون میده.